دوستان عزیز، پیش از شروع کردن ولاگ به شما همین کانال رو پیشنهاد میکنم. کانال نام دارد دوگانه تیوی. خیلی کانال بهترین، ولاگ های بهترین دارد. پخت و پز های ملی بسیارتر دیده می شود و شادی دیر انتظار آنها را در آمده می توانید تماشا کنید. کسی که دیدگی نیست حتما در آمده تبریک کنید و از خداوند تمنا دارم که همه پجانی ما هم به همه روزهای نغز نیک برسه و حتما از نام کانال ما گپ زنید و من سلکای کانالش رو در یکم کامنتاری закрепید میکنم. از نام کانال ما سلام گفتن رو فراموش نکنید. خیلی منتظر میشم که دستگیری کنید. چاگر روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. دینا خیلی در کامنتاری خیلی گپای خوب نویسید. از همتون منتظرم، از هر یک شما که در کامنتاری گپای خیلی و خیلی خوب نویسید. بله بسیار گفتید، بله درست گفتی، بله به مردینه قینه دشوار زندگی کردن و دینا که ما مچ خیلی که آش کده سبدون گفتم ماستر میآید، الکتریک میآید، لیکن بعد یک 20 минут پس فرق اومد کتیش اکش، یعنی بچه کلونی شوهرم. دوستان عزیز اومدن اردشون، بعد همو گرفت سوز کرد و در اینجا کار میکنه، در اینجا نیو همینجا کاری دولت میکنه. اومدک خبرگیری خواهراشا و دودرشا خبرگیری اومدک، بعد یک بارا گرفت همه را سوز کرد تا استا اومدن سوز کرده دودک مونا بگیم. دوستان عزیز هم پیلتمونا سوز کردیم، هم سویدمونا سوز کرده دودک مونا. نمیخیل دوستان عزیز و در اینجا باشد ما کتی محوش ایدمی دکومنت های محوش رفته بودیم. بلنیسه باید ما در ای دختر میگذراندیم محوش برای صدیق. نمیخیلی گرفتیم کارتش در خطی یک مدیسین سکیچش. انا اینجا در اوچرد استدگیم برای انالیز سپوریدن میگیریم. انا با چک دادن مونا، کاغذ دادن مونا برای انالیز را سپوریدیم. باشه محوش وقتی که دستش خون گرفتن و گریه نکرد تماما و در اینجا اومده برای گلو ایستادگیم. برای گلونش نمیدو پیش دختر دا با اوچرد بده با ایستادیم در اوچرد همی خیلی گلو را از سبا چشم گذاشتیم و اومدیم. بعد انالیز پنالیزم را سپردیم رفته استمک طرف خانه دوم بچد محوش. چخل بوده دختر؟ دختر چخل بوده؟ ای چش ترسیدی؟ ای چی ترسیدی؟ ای کدومیش؟ ای چشمش ها؟ هم خیلی دستان افکشتیم بیای مشروط ما میریم. دوستان عزیز سلام بگید دوخه. سلام. یا دوال نم برای چی؟ برای که اینجا اقاقی ماتریال موندگی های نزن وی فریزه. این اقاقی ماتریال موندگی های اینه ایکرتای خواهرم. ایشم ایکرتای خواهرم. ایش خواهر کلانی میشه، خواهر مایدکیم. اینه ایش ایکرتای سونیا. هوزی میورا گرفته در فریزه قطی در محوش کرتا میدوزم. اینه دو طرف فریزه در میدوزم برای که ویو کمتره. اینه بسیارتره یک کرتا در محوش میدوزم. اینه جوزی میدوزیم، کم کم نشان دادن میگیریم، تیار میکنیم. کوچ خیلی میویه به ها بتید به دوستان عزیز. اینه میره در محوش نم خیلی پورا کردم. اینه خیلی اینجا شیوبکا دارگ میویه بگیم. خیلی دایمی چسبونم نکیم. اینه خیلی اوزی دخته بشم بعد تنش میپشونم نشان میتیم. دوستان عزیز اینه خیلی برای در میانش اینه چند کدوم اینه رزین میرفته. این رزینه اینه خیلی در همه ماتریالی که یوبکچه میشه گفتم در هوای میدوزم شوزی. دوستان عزیز اینه کدوم از دهانش خشرود تغوری نکردم. ای بالای لباسش پوشیده که اینم خیلی چسباندم. کرتچکی رنگ عروسی
دهنشم توغری میکنم. یک تا بخور. نه اخر نه پروستا پاستا دار. پس نمیخلی یا اوتیک میکنی تمام تیارگ میشه. چنی تناش کردیم. بیالی به لباسی تهوو بشه با خشروگ میتوه. نمیخلی اوسی نکوشم رزین میکنم. با مایا میتونم تیتر. با فریزه میتونیم ترتا. یک چرا نگفتم دوستای عزیز این امجش برای چی رزین کردم وقتی پوشوندن ده همین تا میکنی کشو تکک میپوشه بای خیلی میشه با خود چنی تنکش میشه نمیخیلی برای وای کردم یک کرتش هم خیلی بود آسانک بود پوشیدنش برای وای از اینمی دهنش یک چی میمونم منجه تک میمونم بعد آستینکاشه ایمون رزین با میمونم تا یور میشه کرتای محوش این درزاش یه بار دیگه میزنم. دوستان عزیز این کرتای محوش دوختم آسینه تخیل بردار دستت اینه کرتای محوش دوختم کم ترک در راست ترای به فکر من که سازای با چی بپوشه با کلگوت که میپوشه یگان چکتی بپوشه یا که نمیخیل با شورت که چه میپوشه سازای خطی کلگوت که اینم خیلی خشروک دوخته شدیم تیار شدیم ای بگیم در نیم ساعت دوختیم اکو ای فریزه را سرمه کدام شو بدوزون فریزه؟ همین گوشه ما رو بپرس که معقول شده یا نشده معقول شدی یا نه؟ با بدوزم تا کدام شو بدوزم بیا بدم بدویتش وی بیرکو بدوزم تا بعد ویدیو رو تمام کنیم همیره؟ فیالتی بره؟ ها؟ از این ای فریزه را پارا میکنم و تیگ میکنم بعد همیره؟ کدام شاخه؟ این ایرش کنندم بود همی از این ایره میدوزم دوستانی عزیز دوستانی عزیز این کرتاک فریزه را هم دوختم یا بخه چوجا؟ این خیلی کلت ترک دوختم میره؟ نه بعد کتی بروکش دوختگیم بروکش هازی رزین نگذراندم نمیخلی کوزی ندیگو فریزه معقول ایتا معقول نیست نمیخلی دوختم شینم بخیر بار دیگه هم چوجا از زای چیگ نشو چوجا شن دوستان عزیز و در همینجا ویدیو رو با پایان میرسانم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری هر یک شما باشد خونه ما مهمان میآید